برای زدن سایه اسموکی از یه بیس قهوه‌ای رنگ قهوه‌ای روشن شروع میکنم. با قلم بلندینگ حالت ضربه‌ای برمیدارم، اضافه قلممو میتکونم و از مرکز پلک شروع میکنم به سایه گذاری. کاملا بیسمو مرحله به مرحله اضافه میکنم و فید میکنم. در مرحله بعد از یک رنگ قهوه‌ای تیره استفاده میکنم و روی مرکز پلک قرار میدم و فیدمو به سمت اطراف پلک میبرم. در مرحله آخر از رنگ مشکی خیلی کم برمیدارم، از سمت بن موژه به سمت مرکز پلک اضافه میشه و کاملا فید میشه. در مرحله بعد برای جذاب‌تر شدن سایم از یک رنگ شاین تیره از داخل پلت تارت استفاده میکنم و روی قسمت هایی که مشکی زدم رو شاین میزنم و در مرحله بعد خط چشم و موژه گذاری.